بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضو و درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. درود و سلام خدمت چشما و گوشایی که مرا می‌بینند و صدای مرا میشنوند. در این برنامه بیشتر به هم نوع دوستی تمرکز شده است. شهرها، جاده‌ها، کوچه‌ها، منازل و قلب‌ها در این روزها لحظات دردناک و پر از رنج را در میان این سرزمین سپری می‌کنند. جوانان به عوض رقم زدن آینده روشنشان با قدم‌های خسته باید این گونه زجر بکشند. نیازمندان بیشتر نیازمند گشتند و فقر در میان این جامعه همه روزه افزایش می‌یابد. در میانه از کوچه های این شهر پرافسانه پیرمرد با حکمت با ما مقابل می شود. پیرمردی که در کنار فروش وسایل از صحبت های با حکمت و حکایت های پندآمیز ما را مهمان لحظات خود می سازد. خوب هستی؟ چی را می خوانی؟ ذخیره زیبایی دنیا و آخرت. چی گفته در این کتاب؟ مثلا درود شریفه. خب چاشی گفتم مثلا شعر هم نزدی یا نه؟ نه کلش از آیات ها. خب سبحان الله و الحمدلله لا اله الا الله و الله اکبر. یعنی اگه این را 100 مرتبه بخوانی فکر کو که 100 تا شتر قربانی کردی در راه خدا. یا 100 تا اسب زینکدگی را به خاطر جهاد دادی. این پروردگار چقدر رحمان و رحیم است. پروردگار رحمان و رحیم است، ما و شما غفلت میکنیم. الله الله. دیگه بخوان تو دیگه چی گفته؟ تا چند درس خوندی پدر؟ من در سنه 33 تا صنف 4 خواندم. خب آمدم بابا میشه بود دهقانی کردم. خب بعد از او درس نخواندی؟ نه دیگه نخواندم. باز خط این خوب است، نام خدا خوانده میتونی؟ خوب است دیگه میتونم. کتاب الله است دیگه، ای خب باز پروردگارم کمک میکنه. بهترین وظیفه نمیشه که لا اله الا الله بگی. لا اله الا الله. این بسیار وظیفه. خودت هر وقت میخوانی؟ من خودم این از خدا از چه نبرد 2 بجه شب بیدار هستم دیگه تا شد. به حق ما هم دعا میکنی. قربانت با عزت باشی. ما هم زیاد گناهکار هستیم. پروردگار عالم ما را ببخشد. ای وطن ما یک آرامی را بیاره، ارزانی را بیاره مردم ما در به در از پدر جان. مردم ها تفلکای خدا به خاطر گشنگی به فروش مانده و پدر. یک بوریار 2400 2500 زور کی میرسه؟ یک روز مرا گفتن که تو، من گفتم اون مرا پیدا کرده، اون مرا روزی میده. بشک. یک روز میگه یک وقت حضرت ذکرای پیغمبر میگه در خانه بیبی مریم بود، دختر نصار بود، با خانه علی حضرت عیسی شد. این مردم قوم گفت که این خیلی نشوی کرده، چی کرد خانه علی چطور باید شد؟ من حضرت ذکرها پیغمبر کرد تو بنا و جبلا کنند. این آمدن که رو بکشن. این بر آمد. درخت بود واشد که بدرید من. در آمد مومن درخت پس پیچ. شیطان خود به شکل گفت چی میبانید؟ گفت ذکرها را. گفتیم به درخت در آمدن. علا را آوردن عرق کردن درخت.
هر که در فرقش رسید میخواست که چیخ بزنه پروردگار سرش تا خدایی که نکشی که تو پناه با درخت بودی با من نبودی که دیوان پیغمبران میکشند قرار دو شقش کردن این انسان پناه خود با پروردگار کنه هیچ گپ نیست هیچ خدا روزی رسانه بیشک توکل ما و شما به پروردگار خب قربان. بیا که میریم خانه خدا کمت نکنه، با عزت باشی، سلامت باشی، خدا خیر نصیبت کنه، پروردگار عالم ما و شما را دست خیر بده و این 2000 افغانی را از طرف هموطنا است کمک شده، این 2000 برای خودت تسلیم میکنیم در کار بار و یاد همه خدا بتین که جمع کردن نتونم خدا چاج محتاج با بنده نست پروردگار را با توکل خدا به تو سپاریدیم. دوستای عزیز دیدین پدر جانم که دیگه مصروف نمی فروش جارو از دیگه کی میخره اگه 5 روپیه 10 روپیه در ایبانه برش نمانه دیگه اون همیشه میگه در ذکر پروردگار است. خداوند پاک ما و شما را هم دیگه قلب و روح روان ما را به پروردگار نزدیک و جاری بسازه که ذکر و عبادت کنیم تا ای که در آخرت به کار ما بیایم. در میان این جاده پسر و پدر خسته از این روزگار، دو سرپرست یک خانواده که برای آغاز دستفروشی در میان این شهر تازه آمادگی میگیرند. سلام علیکم استاد، جور هستی؟ جان جور بخیر. کجا روان هستی؟ طرف خانه. چی میکنین خانه؟ یک کراچی در بازار قرض گرفتیم برای ما خانه برای ما یک غریبی کنیم. قرض گرفتی؟ قرض خریدیم. از کی؟ از یک دوستا بوده. خب آدم خانهش بود بیکار بود، آدم ما گفتیم بیا ما بازار. دوستای دیگه گفت ما پیسه شم میدیم. خیر. با چی مندازیده ای؟ یک ذره پیاز کچالو چیزا. خب این لالا چیت میشه؟ باشه یکی ما از بلدمی هم خریدیم گفتیم ما مردی ما دیگه بیکار هستیم ما چطور. حال کجا روان هستی؟ چی میکنی دایی؟ میرم طرف خانه. ها دیگه صبح برم مارکت یک 2000 برم پیسه دارم یک مادرم من یک دوستا داد سرازی بدن پیاز کچالو بردم. خب پیش از این چی کار میکنی؟ پیش از این بزرگکاری میکردم. حالا هم بزرگکاری هم نیستم. خب چند نفر از در فامیل؟ 11 نفر. کاریگر باز همین بچگه که خودت هست. دیگه اشتباه. این مکتب میره باز؟ مکتب میره. خب صنف 8 مکتب. خب حالا میخوایی که هم نصف روزی در مکتب باشه نصف روز که در خودت؟ دیگه مجبور دیگه چطور کنیم دیگه. حال برازی چند سرمایه کار است که باید؟ حالا سرمایه خب خلا نیت نباشه اینا لگیل صحیح جور کنی خب همین خود کراچی را یعنی 1000 روپیه خب برای کنم گوشه از یک تخته دیگه بزنی در سر از این یه جام برای جای سوپ است دیگ بخری منقل بخری که سوپ بفروشی اگه کچالو بخری حالا بعد تا 2000 روپیه بعد 200 روپیه کرایه را میشه 1500 روپیه زیر کچالو بخری داخل تا کچالو نمیشه داخل تا کچالو در بگی بانه برد بعد 100 از زیاد نمیمونه. یعنی 2000 بگی بازار چی که انداختی سر از این پارت توکل ما شما میگم اگه خودت که دیار که خدا قبول کنه با عزت باشی کمک هم متناز دیگه ما انت میگردیم یگان مسکین خدا ما بیچاره بعد خیر بده دست خیرش همیشه باشه که بعد رقم ما را یاد میکنه خدا یادشون بیشک برو پناهگاه که خدا. نتیجه فقر در این جامعه، جوانان که باید مشغول ادامه تعلیم و تحصیلات خودشان باشند ناگزیر برای بقای حیاتشان با جسمهای خسته این گونه در رنج روزگار مصروف باشند.
اینجا در میان کوچه و در کنار از جاده با دو تن از سرپرستان دو خانواده هم صحبت می شویم. سرپرستانی که از شدت فقر و بیکاری به این کار شاقه مشتاقند و از خداوند شکرگزار هستند. همکاران ما برای رفع خستگی آنها این بخش را با اجرای شوخی با آنان به پیش میبرند. چی میکنی اینجا؟ اینجا جای کبل مخابره. خب چند نفر هستی؟ اجاره است یا روزمزه؟ اجاره است. روز چند؟ یا مترکیز؟ مترکیز. بیا حال تو دا چاستی دیگه؟ دیگه چی کنیم داره؟ میگه چاکن دا چاست همه طور است؟ فعلا کلگی دا چاست. حالی روز چند میشه برات دهی؟ روز 2.5 سه. کل روز؟ دیگه. باز نان یاد چطور میشه؟ نان سر خودمون. کار نیست دیگه. از بیکاری خود بهتر است نیست؟ نه والا ایگه بخواست. کاکا چطور هستی تو؟ خانه کجایم؟ خانه برچی. برچی؟ حالی را چند میکنی کل روز؟ کل روز میکنیم روز یک 270 است. خب اجاره است؟ اجاره خب باز خانه کراییست یا از خودت چی رقم؟ خانه کرایی. خب حالا ما این کار میتونم؟ آره هر کسی میتونه. اگر زور بازو داشته باشه هر کسی میتونه. اگر کنه؟ آره اگر کنه. اگر نکنه دیگه قرار پشت میز بشینه چای تلخش دم کدگی. ها؟ کار هر کسی میتونه به شرطی که کنه. خب بازی 100-200 که میشه ایره کرای خانه میتی، ایره آرد میخری، ایره پیسه دوام والا مجبور هستیم دیگه، از بیکاری بهتره خانه بشینیم چی کنیم. خب امروز که از خانه برآمدی اولادا چیز نگفت که بیاری کدید؟ خب اولادا کی میگه ولی که نباشه چیز کار کنیم. آی گپ خواسته. چند نفر از فامیل؟ فامیل 8 نفر. 8 نفر. اگر میال صاحب کار بیای بگه بجای همی 200 روپه من تو را 2000 میتم، همی 2000 که بته چی میکنی؟ هیچی مورم مثلا یک گوجارد میگیره، یک گوجارد هم که نمیشه. نمیشه آفرین. یک کنیم صد دیگه رویش میلیم مثلا یک گوجارد میگیره. خواه. یعنی ما و شما همیشه که زحمت میکشیم خوری میکنیم صرف به خاطر نمیار دروغن و برنج است. آیاره دیگه چیکار کنیم؟ دیگه نه بر تفریح وقت است، نه بر چکر وقت هم بر این تفریح کس از درآمد، اگر درآمد باشه تفریحش هم است. وقتی که درآمد نباشه تفریح از کجا میشه؟ آفرین. آره. زمستان هم در پیش است. زمستان هم در پیش، خب وقتی که درآمد نباشه این تفریح از کجا میشه؟ آفرین. جیب خالی که تفریح نمیشه که. تو باز کن دیوال دیگه چی میگه در این مورد؟ تو بخی که یک چند سوال دارم صاحب کار میاله. بخی سوالات بدد. بخی تو استاد چو خیره. اگه میگی و برای همدردی این گونه اتفاقات را باید بپذیریم. سعی کو که سرک توگار نشه. بالا بیا اخ. بیا اخ. بیا اخ. نه. کله تا پرام. چند دقیقات صاحب کار میه؟ صاحب کار میگه بجای همی 200 مثلا تو را 2000 میتم، همی 2000 تو را بته چی میکنی؟ او بجای او صاحب کار در افغانستان پیدا نمیشه که در یک مزدورکار فهمیده جای 200-2000 بته. ای خیر ببینی. اگر دیدی با سلام ما را هم برسان درش. همون صاحب کار. خب. یعنی دیدی با سلام ما را. یعنی او تو آدم تابال نیافتی که مثلا 200 کدت گپ زده باشه باز 500 دیگه هم اضافه داده باشه. اون آدم در افغانستان ایش نیست. این فرض کو که امروز همت یک کار شد چی میکنی باز همون 2000؟ والا او تو روزش پیدا نمیشه در افغانستان. خب که ما در افغانستان بوده فهمیدی؟ او تو روزش نمیه.
هنوز بیادر از پیسه کارتم شاید ده یک چیزه که ناوقت آمدی یا وقت آمدی شاید آمده نمی 2.5 آمده گل بدر نمی تو ناوقت آمده 200 میتم آفرین این خب فرض کن خیال پلاو خودت دیدی نه؟ یگان تا خیال پلاو میزنه ولی خیال پلاو که چیزی گیر نباید خیال پلاو نیست خب همین جای 200 که اگه میال 2000 پیشت بیایه چی میکنی؟ تو لالای ما خود گفت میرم یک بوجیارد میخرم گفت 100 2000 پد 2005 بوجیاردم نمیشه نه آرد میشه نه روغن والا بس خانه کراس یا از خود است؟ خانه کراس چند کرامی؟ ما 2.5 مثلا بیا خیر باشه توکل به خدا تو یک دقیقه پیشی مرا وقت بده صاحب کارم اینجا برای ما پیسه داد گو برو یادم ها بده خب 1 2 3 4 نه این 2000 بگی هرچی که خریدی به خیر باز بخیر سعیس بازاد باشه قربانتی کمک هموطناسی از طرف برادر ما الیاس جان پاسون از لندن بود که 8000 روان کرده بود 2000 دیگه خواستیم که هموطنا را بده خدا یاره این حالا خیانت صاحب کار باید یک سلام بگویی دیگه او تو صاحب کار باید سلام بگی قربانت وقت کارت نگیرم از نمازم نمانی در کارکت برسم برم پیش خلیفه که میگم شو باید یک بوجیارد ببرم اگر نه از خانه میکشه میگه اجازه است بخیر برید خب چی کردی بخیر؟ این 2000 پر بگی از طرف برادر ما الیاس جان پاسون بود 8000 روان کرده بود 2000 افغانی 4 هموطن ما را دادیم پیسه آخریشان برای خودت دادیم تشکر خیر ببینه انشالله خدا خیر نصیبش کنه بیچاره از قرای دور این از لندن روان کرده اینجا شما را دیدم تم باش که میره برای شما تقدیم کنم شما خیر ببینید کسی که روان کردم خیر ببینه انشالله سلامت باش مسافرتی هم بخیر باشه بخیر باشه انشالله سلامت باش در فکر هموطنای خسته انشالله قربانت وقت خوش خوب دوستا عزیز همینجا دیگه ما برنامه را با پایان میرسانیم از طرف برادر ما الیاس جان پاسون از لندن 8000 روان کرده بود که 2000 افغانی برای 4 هموطن ما تقدیم کردیم و 2000 افغانی هم به خاطر مصرف برنامه ما روان کرده بود که 1 لیتر تیل تقریبا 80 افغانی شده همچنان غذای همکارا و یا 2000 بر از او روان کرده بود که جمله 10000 توکل به خدا قربانت تشکر بخیر باشه زنده باشه ما سپاسگزاریم از آقای الیاس پاسون که از لندن مبلغ 8000 افغانی را به این برنامه ارسال کرده بود که ما این مبلغ را برای 4 تن نیازمند در گوشه های گوناگون این شهر به هر کدام مبلغ 2000 افغانی را نقداً پرداخت نمودیم. هموطنم برخیز و چشم باز کن فردا نوبت توست. آره این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت های اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.